حدود 1 ماه پیش من برای تنوع بعد از شاید حدود 10 سال که همیشه موهام بلند بود موهام کوتاه کردم، خیلی کوتاه، حدودا تا اینجا. مدل باب زدم دیگه، یا شایدم مدل دیگه بود، نمیدونم اسمشو دقیقا، ولی خیلی کوتاه کردم. از اونجایی که عاشق موهای بلندم بلافاصله پشیمون شدم و موهای کوتاه هم دلمو زد و تصمیم گرفتم هر کاری بکنم تا موهام هر چیز زودتر دوباره بلند شه، چون آدم اکستنشن کردنم نیستم راستش. به خاطر همین شروع کردم به تحقیق کردن، سرچ کردن در مورد اینکه چه راههایی هست که میشه سرعت رشد موها رو زیاد کرد، موها خیلی سریعتر از حالت عادی رشد کنن. به خاطر همین تصمیم گرفتم اینا رو با شما هم به اشتراک بذارم. مورد اول جوشونده رزماری هست که طرز صحیح درست کردن و درست استفاده کردن ازش رو ویدیو بعدی حتما براتون میذارم. مورد دوم ماساژه. ببینید من توی این تایم کف سرم رو فوق العاده زیاد ماساژ میدادم. حالا چجوری؟ یکی با دست همینطوری ساده بدون هیچ وسیله و ماساژوری، جوری که پوست کف سرم تکون بخوره. ببین روی پیشونی بهتون نشون میدم که دقیق متوجه بشین، یا رو دستم اینطوری باید پوست تکون بخوره، نه که فقط اینطوری دستتو بکشی. پس جوری که پوست کف سرتون تکون بخوره کل قسمت های سرتون رو ماساژ بدین. روزی 3 بار، هر دفعه 5 الی 10 دقیقه ماساژ بدین، عالیه. و به وسیله این ماساژور سیلیکونی اسکالپ. ببینید از اینا توی چند مورد میتونید استفاده کنید. یکی اینکه همونطوری در حالت عادی بیرون حموم زمانی که کف سرتون خشکه قشنگ با این کف سرتون رو ماساژ بدین. فقط نحوه ماساژ دادنش رو هم بخوام بهتون بگم، فکر کنید این کف سره اینطوری نباید بکشید، یه محدوده کوچولو اینجوری باز جابجا بشین، جابجایی هاتون کوچولو باشه. یکی هم موقعی که رفتین حموم و کف سرتون رو شامپو کردین و هنوز شامپو رو آب نکشیدین، میتونین اینو باز دوباره همینطوری کوچولو کف سرتون بکشین. این هم باعث میشه که خون کف سر شما بهتر جریان پیدا کنه، رشد موهاتون سریعتر میشه، ریزشتون خیلی کمتر میشه و از همه مهمتر باعث میشه که شامپو کارش رو بهتر انجام بده و کف سرتون تمیزتر بشه. مورد بعدی کاری که واقعا هم به خودم کمک کرد هم به خیلی از کلاینت هایی که میگفتن ما اصلا موهامون رشد نداره، رشد موهامون کلا خیلی وقته که متوقفه، ما سالی کلا 2-3 سانت 4-5 سانت موهامون رشد میکنه. این به همه افراد خیلی خوب کمک میکنه. ببینید یه سری چربی‌ها و آلودگی‌ها کف سر هستن که با همون رفتن معمولی، شامپو کردن معمولی، اینا پاکسازی نمیشن کامل و وقتی کف سر ما کامل تمیز نباشه چربی‌ها روی هم انباشته میشن، به مرور باعث میشن که هیچ اکسیژنی به ریشه موهای ما نرسه و موهای ما از ریشه کات میشه که در واقع میشن همون ریزش مو. حالا این چربی ها و آلودگی ها که در واقع بهشون گفته میشه لایه هیدرولیپیدی اسکالپ، این لایه هیدرولیپیدی که با شامپو کردن و همون رفتن پاکسازی نمیشه، چطوری پاکسازی میشه؟ با اسکراب یا با اسکالپ تریتمنت. شما چند وقت یه بار، بخوام حدودی بهتون بگم ماهی 1 بار حتما همتون به اسکراب اسکالپ نیاز داره پوست کف سرتون عزیزان. اگر میخواین که رشد موهاتون زیاد بشه، اگر میخواین ریزش موهاتون خیلی کمتر بشه، نرمال بشه در واقع، پوست کف سرتون باید چند وقت 1 بار پاکسازی عمقی براش انجام بشه. اگر نمیتونید ماهی 1 بار انجام بدین، حداقل 2 الی 3 ماه 1 بار باید براش انجام بشه و واقعا کمک کننده است و مثل معجزه میمونه. این ماساژورهای سیلیکونی رو هم اگر براتون سواله که از کجا تهیه کنید، الان دیگه فکر میکنم اکثر لوازم آرایشی بزرگ داشته باشن، ولی بازم اگر پیدا نکردین به دایرکت پیج اینستاگرام خودم میتونید پیام بدین، من برای شما، یعنی در واقع برای کلاینت‌های خودم موجود کردم و همه کلاینتام که پیشم کار اسکالپ تریتمنت انجام میدن، یکی از اینا یادگاری بهشون به صورت رایگان هدیه داده میشه، ولی برای شما هم میتونم براتون ارسال کنم. حالا اگر مشهد باشین براتون با اسنپ باکس ارسال میشه، اگر شهرهای دیگه باشین براتون میتونم با پست ارسال کنم و اینا رو من موجود کردم خودم. مورد بعدی که برای بالا رفتن سرعت رشد موهامون خیلی کاربرد داره و عالیه، کاری نیستش که توی خونه بتونین انجام بدین. این مورد اوزون تراپی هست که به وسیله دستگاه مایکرومیست انجام میشه. خب مایکرومیست دستگاهی هستش که قیمت بالایی داره، توی سالن‌های لول بالای اکثر شهرها فکر می‌کنم این دستگاه موجود داشته باشن
و میتونید برید سالن اوزون تراپی رو انجام بدید. اوزون تراپی علاوه بر اینکه سرعت رشد موها رو فوق العاده بیشتر میکنه، فواید زیادی داره، مثل اینکه به ریزش مو و خیلی مشکلات اسکارپ و ساقه کمک میکنه، اما معمولا به تنهایی اگه انجام بشه اونچنان تاثیر نداره. همراه با اسکراب اسکالپ یا اسکالپ تریتمنت تاثیر فوق العاده عالی داره. اگر دوست داری یاد بگیری خودت توی خونه با انجام یه سری کارهای ساده موهای سالم و نرم و ابریشمی داشته باشی، پیج منو سابسکرایب کن.